اونایی که آنلاین شاپ دارن قیمتای مفتی میدن. سوراخ پوشاک ایرانو پیدا کردم. ببین اومدم کل بازار تهران و سرای ملی پارسیانو گشتم، تمام مغازه‌هاشو دونه دونه چک کردم که ببینم اینا جنسو از کجا تهیه میکنن. انقدر پله رفتم بالا که خسته شدم، گفتم حالا فی مابین یه صبونه هم بزنیم. صبونه رو زدم و دوباره یه فکری به ذهنم رسید، گفتم بذار از این نیسانیا بپرسم ببینم آقا باری که داره میاد تو این بازار این قیمتاشو خیلی بالاست به خاطر اجاره و این داستاناشون. حداقل 200 میلیون اجاره میدن، باید یه خیر بیشتری رو جنسشون ببرن که راننده برگشت گفت از کرج. از کدوم کارخونه آوردی؟ سالیکو. ما داخل گوگل سرچ کردیم، کانال اینستاشون رو پیدا کردیم، تلگرام روبیکاشون رو پیدا کردیم، یه کارخونه به چه عظمتی هست با کفترین قیمت ها. اصلا مدیریتشون هم اجازه نداد که ما ویدیو بگیریم از محصولاتشون، ولی کافیه شما کلمه تلگرام رو کامنت بکنی، همین الان لینکش رو واسط بفرستم، بری یه خرید خوب انجام بدی. فقط فروششون هم به صورت عمده است، ارسال سر ایران دارن، کف قیمت، دیگه دنبال تولیدی به قیمت نباش.